این پینترستی ترین چیزیه که قراره امروز ببینی که میتونه یه کادو خاص برای ولنتاین باشه. پازل پلکسی یا پازل شیشه‌ای. پازل ها همشون به این شکل براتون ارسال میشن که داخل هر بسته مهره های پازل قرار داره به همراه یه پایه و سطح اصلی که قراره پازل رو داخلش بچینید. تک تک مهره های پازل روشون یه روکشی قرار داره هر دو طرفه. مهره ها که باید قبل از اینکه بچینیدش روی پلکسی این لایه رو از روش جدا بکنید. بعد اینکه تمامی قطعه های پازل رو درست در جاش چیدین، قطعه بعدی رو که مگنتی روش قرار میدین. حالا شما یه پازل دو طرفه دارین که میتونید روی این پایه قرارش بدین و به عنوان دکوری توی اتاقتون ازش استفاده کنید. در حال حاضر هم طرح‌هایی که داریم طرح آنشرلی و جودی اباته، مودازوشی و هوالیان، طرح هاول، اتکان تایتان و طرح گوجو و گتو. اگه این پازلا رو برای کادوی ولنتاین میخواین پیش سفارششون تا 15 دی ماه از طریق سایت بازه و ارسالشون هم 15 بهمن انجام میشه. پس جا نمونی.